الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله و و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، یکی از برادران در صفحه اینستاگرام این نواری که الان میبینید آن رو برایم روان کردند. تتو هم وقتی که شما فرمودید که الان هم که مثل قدیم نیست، قدیم ها سوزن میزدن اون ماده رو میبردن زیر زغال میزدن بله، و زیر پوست میبردن که زیر پوست موندگار بشه. شاید هم دردش زیاد بود، ما که انجام ندیم. ولی الان تتوها توسط دستگاه انجام میشه و آرایشگاه ها این کارو میکنن. تازه الان دیگه اون مقدار درد و نمیدونم ناراحتی هم نداره، شاید هم اصلا درد و اینها نداشته باشه. اگر هم داشته باشه جزئی، نه حرام نیست. بله، بسیار خوب. خیال اونایی که تتو میکنن دیگه راحت شد. اصلا فکر میکنم از این به بعد اصلا برن تتو کنن. و گفتند که بسیاری از جوانها، جوان دخترها، جوان پسرها از سبب همین امروز تتو یا تتویروفک به خود کشیده ایستاده‌اند. خوب میشد که حکم این عمل را موافق شریعت اسلامی و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم حکمش را بیان میکردید. البته تتویروفک این با زبان روسی است و با زبان تاجیکی خودمون خالکوبی میگویند یا سوزنزنی، همون نقشی که رسمهایی که در بدن با سوزن میزنند یا هر شکل‌های نو برآمدگی است الان با لازر میکنند. خلاصه اصلا این نفری که در اینجا فتوا داده ایستاده است و میگوید جایز است، حاضر با تکنولوژی نو درد را احساس نمیکنند میگوید. اما ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما امتان آشکارا در حدیث صحیح، در حدیث متفق علیه حکم خالکوبی را بیان کرده میفرمایند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لعن الله الواشمه والمستوشمه. الله تعالی آن نفری که خالکوبی میکند، برای مردم خالکوبی میکند، سوزن میزند، و آن نفری که میرود برای خودش همون نقش ها را خالکوبی میکند، هر دو را لعنت کرده است میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم. و این حدیث صحیح است. و در روایت دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم علتش را، یکی از علت و حکمت های آن را بیان کرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لعن الله الواشمات والمستوشمات، و در آخر حدیث میفرمایند المتغیرات خلق الله. الله تعالی هم سوزنزن را، همون نفری که خالکوبی میکند، و هم انسانی که طلب میکند، هر دو را لعنت کرده است. علت در چیست؟ علت المغیرات خلق الله، آنها آفرینش الله را تغییر میدهند. آن نقشی که، آن رنگی که الله به آن نفر نآفریده است، ما و شما را با همون چیکار میکنه؟ خالکوبی کرده یک چیزی که الله نآفریده است آن را تغییر میدهند. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم خود علتش را بیان کردند. همچنین الله سبحانه و تعالی نیز در سوره نساء به همین معنا اشاره کرده، میگوید ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. این سخن از زبان ابلیس، از زبان شیطان برآمده است. الله سخن ابلیس را حکایه کرده، میگوید که شیطان وعده داده است که من فرزندان آدم رو چیکار میکنم؟ امر میکنم، وادار میکنم تا اینکه آنها آفرینش الله را تغییر دهند. به همین الله اشاره کرده ایستاده است که چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم همچنین اشاره کردند که آنهایی که خالکوبی میکنند و تتویروفک میکنند امروز، آنها آفرینش الله را تغییر داده ایستادند. و اینجا ضرور است که باید اشاره کنیم یک عادتی که امروز بین زنها خیلی پهن شده است. زنها امروز با نام میک اپ، مکیاژ هایی که امروز میکنند، با لازر برای خود قاش ها نقش میکشند و با هر نمود خود را آرا و تارا میدهند، تا حتی جوان ها هم میگویند که مسخره کرده، میگویند تماما شکلش دیگرگون است. و بعد ازدواج وقتی اون مکیاژ هایی که در روی خود آراسته و چی میکردند، بعد چند روز میبیند که الکی شکلش تقریبا 100% دیگرگون میشود. جوان هم دیگر در حیرت میافتد که عروسی که من
ازدواج کرده بودم کجا باشد آن عروس. خلاصه جوانان عزیز، دختران عزیز، ببینید که امروز با طریق لازر چیکار میکنند. قاشها رو با رنگ ها لازر میکنند و هر شکل و هر صورت ها میکشند، یا لب ها رو چیکار میکنند. الله هدایت کند. لب ها رو با هر خیمیاهای چیها سرخ میکنند. گرچنده که بین تتویروفکا یا همون خالکوبی و آن مکیاژی که با لازر میکنند فرقیتش کمتر است. در خالکوبی سوزن را چقرتر میزنند، اما با این لازری که امروز رنگ ها را به حجیره های روی پوست دخترها امروز نقش میکشند، این هم در زیر همون حدیث داخل می شود و هر دو تغییر آفرینش و خلق الله است. خلق الله را تغییر داده ایستادند و دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی امروز جوان دخترها را از این زیب و زینتی که الله و رسولش منع کردند و حرام گردانیدند از آن خودداری کند و دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی با زیب و زینتی که الله آن را دوست می‌دارد و همچنین حلال است و مانند حینه با حینه زیب و زینت دادن و آن نقش ها و آن زیب و زینتی که اصلا زیب و زینتی زن انحجابی زن است، پاکیزگی قلب آن است، آن زیب و زینتی حلاله که الله برایشان حلال گردانیده است، با آن خود را آرایش دادن. الله جوان دخترها را و زنهای ما را موفق گرداند. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.